وقتی میفهمی همون کسی که بهش اعتماد داشتی و باهاش درد و دل میکردی یه حوزی رابط رو زده، خیانتش بدجور میسوزونه. باعث میشه به همه چیز، همه کس و حتی به خودت هم شک کنی. حالا چی میشه اگه بهت بگم قرنها پیش یه بابایی به اسم ماکیاولی 3 نشونه و هشدار خیلی واضح رو برامون گذاشته که کمک میکنه اینجور آدما رو بشناسیم و نذاریم بازیمون بدن. ماکیاولی فقط یه فیلسوف پیر و خاک خورده نبود. اون آدما رو دقیقاً همونطوری که هستن میدید. یعنی آدمایی که اکثرا دنبال فریب دادنن و بعضی وقتا هم تشنه قدرت. و امروز می‌خوایم دفترچه تقلبش رو باز کنیم تا 3 تیپ آدمی که هیچ وقت نباید بهشون اعتماد کنی رو بهت معرفی کنیم. تو دنیایی که همه دارن یه شخصیت بی‌نقص و الکی از خودشون تو اینترنت میسازن، خیلی سخت‌تر از قبل میشه فهمید کی واقعاً هوا تو داره و کی فقط منتظر ازت بالا بره. خب بریم سراغش. شماره 1. کسی که بیدلیل و بیش از حد ازت تعریف میکنه. این آدم خیلی چرب زبونه. همون کسی که بهت میگه ایده‌هات فوق‌العاده‌ان، جوکات خیلی خنده دارن و موهات انگار کار دست خود فرشته هاست. حالا اشتباه برداشت نکن. یه تعریف واقعی مثل یه بغل گرم برای روح آدم میمونه. روزت رو میسازه و اعتماد به نفست رو میبره بالا. ولی خب ما اینجا اصلاً در مورد تعریف‌های واقعی حرف نمیزنیم. منظورمون اون چاپلوسی‌های بیش از حد و شیرینیه که دندون آدم رو کند میکنه. ماکیاولی دست اینجور آدما رو خونده بود. اون متوجه شد آدمایی که اینجوری تو رو میبندن به تعریف و تمجید، معمولاً به یکی از این 2 دلیل این کارو میکنن. یا دارن سعی میکنن برای منافع خودشون گولت بزنن و ازت سوء استفاده کنن، یا اینکه اصلاً جرأت ندارن حقیقت رو بگن. بهش فکر کن. اگه یکی بیاد بهت بگه هر کاری میکنی بی‌نقص و تو اصلاً اشتباه نمیکنی، در واقع داره یه حبابی دورت میسازه که توش فقط باد غرورت پر میشه و قدرت تفکر انتقادیت کلاً از بین میره. میدونی چرا اینقدر خطرناکه؟ چون این چاپلوسی‌ها خلع سلاحت میکنن. کاری میکنن احساس راحتی کنی و حس کنی خیلی مهم و شکست ناپذیری. و دقیقاً همون موقعی که خلع سلاح شدی و گاردت اومد پایین، همون موقع ضربشون رو میزنن. شاید میخوان کارهای کثیفشون رو تو براشون انجام بدی. کورکورانه از برنامه‌هاشون حمایت کنی، یا اینکه فقط میخوان با تماشای اشتباهاتت احساس برتری کنن. اشتباهاتی که با نگفتن حقیقت گذاشتن انجامشون بدی. اونا مثل خوناشام‌های احساسی هستن که از نیاز تو به تایید شدن تغذیه میکنن و تو همون حال یواشکی دارن برای حرکت بعدیشون نقشه میکشن. پس دفعه بعد که دیدی یکی داره تو تعریف کردن خیلی اغراق میکنه، یه قدم بکش عقب. از خودت بپرس این حرفاش از ته دلشه یا یه سلاح روانیه که لباس مهربونی پوشیده. ماکیاولی میدونست که متحدای واقعی هیچ ترسی ندارن که حقیقت تلخ رو بکوبن تو صورتت، حتی اگه اون چیزی نباشه که دلت میخواد بشنوی. و اینا دقیقاً همون آدمایی هستن که میتونی باهاشون یه رابطه موندگار بسازی. شماره 2. کسی که مدام در حال غیبت کردن و تهمت زدنه. این یکی خودش یه پا کارخونه شایعه سازیه. اونا با بدبختی و رازهای بقیه جون میگیرن. هممون یه همچین آدمی رو میشناسیم. تا پات رو میذاری تو اتاق، میبینی دارن در مورد شکست‌های یکی دیگه، درگیری‌های شخصیش یا عیب و ایراداش پچ پچ میکنن. و قسمت جالبش اینجاست. جوری نشون میدن که انگار دارن فقط یه اطلاعی رو میدن یا نگران اون شخصن. ولی قشنگ میشه برق ذوق رو توی چشماشون ببینی وقتی دارن زندگی یکی دیگر رو کالبد شکافی میکنن. ماکیاولی نفرت خاصی نسبت به اینجور آدما داشت. اون فهمیده بود کسی که پیش تو بد بقیه رو میگه، مطمئن باش پیش بقیه هم بد تو رو میگه. این یه قانون پایه‌ای توی رفتار آدماست. کل اعتبار اجتماعی اینا روی خراب کردن آبروی بقیه و تفرقه اندازی بنا شده. اونا با حاشیه و هرج و مرج زنده‌ان و چه بخوای چه نخوای تو رو هم میکشن تو این بازی. منطقی بهش فکر کن. اگه اینقدر راحت نقطه ضعف و اشتباهات بقیه رو پیش تو لو میدن، چی باعث شده فکر کنی تو از این قاعده مستثنایی؟ به محض اینکه از اتاق بری بیرون، یا حتی بدتر به محض اینکه یه اختلاف نظر کوچیک باهاشون پیدا کنی، تو میشی سوژه بعدی حرفای زهراگینشون. این فقط نشونه بدجنسی نیست، این نشون دهنده کمبود اساسی وفاداری و شرافته. کسی که واقعا دنبال ساختن رابطه های قویه، قدرت رازداری رو میفهمه و میدونه که چقدر مهمه که به جای تخریب آدمای اطراف ازشون حمایت کنه.
اونا درک میکنن که اعتماد یه جاده دو طرف است و تو نمیتونی با خراب کردن اعتماد یکی دیگه برای خودت اعتماد بخری. ماکیاولی متوجه شد که این آدما معمولاً خودشون پر از عقده و ناامنی درونی هن. با بولد کردن مداوم عیب‌های بقیه سعی میکنن جایگاه خودشون رو ببرن بالا. ولی در نهایت تنها کاری که میکنن اینه که غیر قابل اعتماد بودن خودشون رو میکنن. اگه یه وقت گیر افتادی تو مکالمه‌ای که یکی داره بزرگ و قشق شخصیت یکی دیگر رو تخریب میکنه یا شایعه‌های بی اساس پخش میکنه، باید همون لحظه سپر احساسیت رو بکشی بالا. اصلاً قاطی نشو، همراهی نکن. چون با گوش دادن و سرتکون دادن داری به طور ضمنی رفتار مخربشون رو تایید میکنی و این سیگنال رو بهشون میدی که تو آدم امنی هستی و میتونن بعداً با خودت هم غیبت کنن. آدمی که غیبت میکنه برای رابطه ها هیچ ارزشی قائل نیست. اون فقط به اطلاعات و کنترل داشتن اهمیت میده و این یه بازی خیلی خطرناکه. شماره 3: کسی که با هر نظر یا ترند جدیدی خیلی راحت رنگ عوض میکنه. این مورد از نظر ماکیاولی شاید موذیانه ترین حالت باشه، چون همیشه از روی بدجنسی نیست ولی از بیخوبون غیر قابل اعتماده. داریم در مورد آدمای حزب باد حرف میزنیم، همون آفتاب پرستایی که نظراتشون سریعتر از قولای سیاستمدار عوض میشه. یه روز با تعصب دارن از یه چیزی دفاع میکنن، فرداش کلاً 180 درجه میچرخن و هر ایده یا ترند جدیدی که الان محبوبه رو بدون هیچ باور قلبی یا تفکر انتقادی میپذیرن. رهبری واقعی و قابل اعتماد بودن یه مقدار ثبات و باور قلبی نیاز داره. کسی که با هر باد موافقی، با هر اینفلوئنسر جدیدی یا با هر نظر قالبی سریع تغییر مسیر میده، ذاتاً غیر قابل اعتماده. دلیلش هم اینه که اصلاً نمیشه روی حرفاشون، موضعشون و وفاداریشون حساب باز کرد. آخه چطور میشه با کسی که پایه و اساسش مدام در حال لرزشه چیزی بسازی؟ تصور کن میخوای با یکی یه بیزینس را بندازی یا یه پروژه بزرگ رو شروع کنی. با هم یه نقشه میکشید. روی یه مسیر توافق میکنید. تعهد میدید. ولی بعدش طرف میره یه مقاله میخونه یا یه پادکست گوش میده یا با یه آدم جدید حرف میزنه و یهو متقاعد میشه که کل استراتژی باید عوض بشه. نه بر اساس داده‌های جدید یا یه دلیل منطقی ها، فقط به این خاطر که یه ایده جدید اون توجه زودگذرشون رو جلب کرده. اونا اون چیزی که ماکیاولی بهش میگفت صلابت رو ندارن. یعنی این قدرت ذهنی برای پایبند موندن به اون مسیری که انتخاب شده. اینجور آدما لزوما نمیخوان بهت خیانت کنن. حتی شاید واقعا اون کشف جدیدشون رو باور داشته باشن. ولی همین بی‌ثباتیشون اونا رو تبدیل میکنه به یه بار اضافه. نمیشه روشون حساب کرد که روی موضع ثابت بمونن، یه نقشه رو تا آخر پیش ببرن یا وقتی اوضاع سخت میشه پشتت وایسن. وفاداریشون لرزونه و تعهدشون با دیدن اولین گزینه جدیدتر و پرزرق و برق‌تر کلاً دود میشه میره هوا. منظور این ویدیو لجباز بودن یا ذهن بسته داشتن نیست. بحث سر اینه که اون شجاعت فکری رو داشته باشی که نظرات خودت رو بسازی و اینقدر جربوزه داشته باشی که پاشون وایسی حتی وقتی توی اقلیتی و کسی باهات موافق نیست. کسی که مدام وفاداری و باورهاش رو تغییر میده همون کسیه که تو لحظه فشار خیلی راحت تو رو ول میکنه و میره سراغ راحت ترین مسیر یا هر چیزی که تو اون ثانیه براش سود بیشتری داشته باشه. پس از همین امروز زرنگ باش و چشمات رو باز کن. از آرامشت محافظت کن. مراقب انرژیت باش و از همه مهمتر حواست به اعتمادت باشه که خرج کی میکنی. چون تو دنیایی که پر از سر و صدا و قولهای الکیه، این که بدونی واقعا باید پشت کی وایسی و از کی باید محترمانه فاصله بگیری بزرگترین قدرتیه که میتونی داشته باشی.